Memleketim Hatay, Adana, Maraş, Diyarbakır, Van ve bir sürü ilde olan depremdeki görüntülerin hepsini görüyorum. Ve ne yapacağımı bilmiyorum ama şu anda yardım tırları ayarladık ve yola çıkacağız. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Lütfen herkes elinden ne gelirse yapsın. Başka bir Türkiye yok. O vatan hepimiz. به نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز. امیدوارم که همه شما خوب هستین و بر همه شما سلامتی خواهان هستم. امروز بر همه ما معلوم است داخل کدام سمونه نمیشویم. درباره زمین لرزه ترکیه معلومات میدهند که به نهایت زمین لرزه شدید، زمین لرزه سخت شد. زیاده از 3419 نفر به هلاکت رسیدند، جان باختند، اما باز هم زیاده از 20,000 نفر چیکار کردند؟ جراحت برداشتند. باز بالای این جستجو حالا هم ادامه دارد. دعا میکنیم بذار در روی دنیا همه مسلمان ها تنج و آرام بمانند، باقی بمانند و تنجی و آرامی آسودگی بر دولت صاحب استقلال تاجیکستان عزیزمان خواهان هستم. دعا کنیم که پروردگار وطن ما را وطن تنج و آرام و صلح و ثبات دائما پی در پی باقی بماند. آن شخصایی که از دنیا گذشتند خداوند رحمت و مغفرت کنند، زیرا رحمت الله به حد رحمت بزرگ است. البته ما ناامید نیستیم. آنهایی که جراحت برداشتند پروردگار شفای کامل دهد. الله تعالی می‌فرماید که ول اصابت مصیبت الا باذن الله. بالای هر یک ما و شما مصیبت میآید، البته با اراده الله، با فرمان الله، با اذن الله هست. هیچ چیز به اذن الله نمی شود. باید ما چیکار کنیم؟ صبر کننده باشیم. صبر را بهر خود تحمل کنیم، بهر خود پیشه کنیم. انشاءالله در همان لحظه الله تعالی از همه مشکل ما را رها میکند. ان الله مع الصابرین. الله تعالی با صابران است. پس شما نیز در همه مشکلی ها صبر را بهر خود پیشه کنید.